سلام. خامنه‌ای تازه وارد پس لرزه های بحران گرانی و تغییر نظام یارانه ها شده بود که هنوز از اون رد نشده، فاجعه متروپول هم بهش اضافه شد. فاجعه‌ای که در روزهای گذشته ایران رو تکون داد و هرچه از اون فاصله میگیریم، ابعاد جدیدی از جنایت‌های سیستماتیکی که برای غارت و چپاول مردم در نظام آخوندی صورت میگیره رو میشه. بی‌دلیل هم نیست که اعتراضات مردمی به هر دلیلی که شروع میشه بلافاصله رأس نظام رو نشونه میگیره. طبیعیه که سوال اول در چنین فاجعه‌ای اینه که مقصر اصلی کیه؟ اگر بخواید پاسخ این سوال رو از تلویزیون آخوندی دنبال کنید، 6 روز هم خودزنی کنی و حرفاشون رو گوش کنی، معادله تک مجهولی شما به 20 مجهولی تبدیل میشه و متوجه میشی که توی این نظام همه یا مسلوب الاختیارن یا خبر نداشتن و فقط با پیروی از شعار معروف کی بود من نبودم به همدیگه پاس میدن. وزارت کشور یا سازمان شهرداری ها اطلاع داشتن از وضعیت ساختمان متروپول در آبادان یا خیر؟ ما اینجا بحث مناطق آزاد رو داریم. قدرت اعمال حاکمیت رو قانونگذار به در واقع مدیر عامل منطقه آزاد داده، نباید مخفول بمونه. از این ساختمان در منطقه آزاد بوده؟ بله، در منطقه آزاد اروند. شهرهای واقع در مناطق آزاد نظارتش استثناً با منطقه آزاد هست. رئیس محترم منطقه آزاد اروند، سلام و شب بخیر. شما آیا اطلاع داشتین که وضعیت ساختمان متروپول چگونه است؟ اصلا منطقه آزاد الان اختیار رو نداره که نظارت بکنه و دستگاه‌ها پاسخگوی منطقه آزاد نیستن. ببینید الان مدیران اینایی که توی منطقه هستن احکامشون رو کی صادر میکنه؟ این احکامشون شما صادر نمی‌کنی؟ نه، چون طبق قانون. پس این چه مسئولیتی است که شما بر عهده دارید در منطقه آزاد؟ ها، شما ظاهراً مسئول الاختیاری در منطقه آزاد. هر جا اعلام کردن داستان ما وظیفه دارن ورود پیدا بکنن. خب ورود کردن ولی تغییری در این فهرست اتفاق نیفتاده، یعنی آمار همون 129 تاست. میدونن یا چیکار بکنن؟ نظر شما، نظر آقایون چیه؟ این دستگاه قضایی بیاد ساختمان رو تخریب بکنه، ساختمان رو ایمنسازی بکنه، ساختمان رو تخلیه بکنه، چیکار باید بکنه؟ آقای منتظری فکر نمی‌کنید که در مدیریت یک اشکالاتی وجود داره که دادستان‌های شما نتونستن آمار رو کم بکنن؟ مدیریت مجموعه مدیریت‌ها متاسفانه تو این قضایا که ما شاهد هستیم دیده و شنیده میشه که بخش‌های مختلف به نحوی دنبال مقصر هستن که میخوان تقصیر رو به گردن دیگری بندازن. بله، میبینید که از وزارت کشور که شهرداری ها زیر دستش هستن بپرسی میگه نه این ساختمان تو منطقه آزاد بوده. از مدیر منطقه آزاد بپرسی میگه کسی ما پاسخگو نیست، ما نمیتونستیم نظارت کنیم. از دادستانشون هم که میپرسه اونم میگه ما چی کار کنیم؟ ساختمون رو ببندیم؟ یعنی یه ساختمون به این عظمت فرو ریخته ولی شما پیدا کنید پرتقال فروش رو. البته جای شکرش باقیه که در این مورد تا الان انگشت اتهام رو به سمت بیگانگان و معاندین و بدخواهان و بی‌حجاب‌ها به قول علم‌الهدی نبردن، چون بالاخره این ساختمون نوساز بوده، در همین دوران 4-5 سال اخیر ساخته شده، زیر چتر همین ولی فقیه، زیر نظارت همین قضاییه و خلاصه همین حکومت. اما با این حال اگر یکم روش ریز بشیم روشن میشه که دقیقاً چه کسانی بانی ساخت این برج متروپول و مقصر ریزش اون و کشتار مردم بودند. حسین عبدالباقی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ عبدالباقی هستم. در سالی که گذشت تونستیم فاز اول مگا پروژه متروپول که مغازه‌های بر خیابان اصلی امیری و مغازه‌های دسته متروپول بودن رو به خریداران و شهروندان عزیزمون تحویل بدهیم. بله، این که دیدید همون مالک معروف ساختمان متروپوله که این روزها اسمش سر زبون ها افتاده. حسین عبدالباقی، رئیس هلدینگ عبدالباقی که توی این فیلم هم که در نوروز همین سال 1401 گرفته شده داره تبلیغ همین ساختمان نیمه تمام متروپولش رو میکنه و خیلی علنی داره میگه که در حالی که هنوز ساختمان کارش تموم نشده ما مغازه‌های فاز اول رو تحویل دادیم به شهروندان، که این خودش نقض یک قانونه که تا وقتی مهندس ناظر پایان کار ساختمون سازی رو اعلام نکرده نباید اونجا کار کاسبی راه مینداختند.
اصولا ساختمونی که فاقد پایان کاره اجازه بهره برداری نداره. یعنی ساختمون اصلا موقعی که در حال ساخته، ساختمون هنوز به پایان نرسیده، ناظرش اعلام پایان کار رو نکرده، حق بهره برداری از ساختمان وجود نداشته. این که مجامع صنفی در چنین ساختمانی که در مرحله پایان کار نرسیده به اصطلاح مجوز فعالیت دادن که اتفاقاً مسئله رو چند برابر و حادثه رو چندین برابر سنگین کرده. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این عبدالباقی کیه که میتونسته به این سادگی قوانین رو دور بزنه و کسی هم بهش کاری نداشته باشه؟ گفته میشه که خواهرش عروس خانواده شمخانیه و از این طریق رانت‌های نجومی حکومتی دریافت کرده. امروز حسین عبدالباقی برای مردم این منطقه نام آشناییه، چون یک شرکت بساز بفروش داشته و اینقدر توی این منطقه از طرف حکومت براش تبلیغ کردن و تحت عناوین مختلف بهش جایزه دادن که نگو و نپرس. از وزارت سمت یعنی صنعت معدن تجارت بهش عنوان کارآفرین برتر دادن. عبدالباقی تشکر میکنم از وزارت صنعت معدن تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت معدن و تجارت سال 97 برگزیدم. درست در ماه‌های بعد از سرکوب خونین قیام آبان 98 که به طور خاص در نیزارهای ماهشهر یادمون هست که نفربر و دوشکا آوردن تا مردم رو قتل عام کنند، این آقای عبدالباقی برای وحوش انتظامی توی آبادان تحت عنوان خیریه یه پاسگاه ساخت و از طرف فرمانده جنایتکار انتظامی منطقه هم لوح تقدیر دریافت کرد. مشارکت کردیم و کلانتری 16 آبادان را ساختیم و تحویل دادیم که فرماندهان نیروی انتظامی هم زحمت کشیدن و ما را به عنوان خیر امنیت ساز معرفی کردن. این هم تصویرش هنگام دریافت لوح تقدیر از فرمانده جنایتکار انتظامی خوزستانه که یکی از عاملان اصلی کشتار جوانان خوزستان در قیام آبان 98 هم بوده. اسم هلدینگ عبدالباقی رو میشه جزو اسپانسرهای جشنواره سینمای فجر هم دید. هدف مجموعه ما از حمایت در جشنواره فیلم 39 یعنی این کسیه که با مقامات حکومتی انبوهی رابطه داشته. با فرمانده سابق قرگاه خاتم یعنی پاسدار محمد هم دیدار داشته و به قول نماینده سابق آبادان هر سرمایه گذاری که در سطح کلان با پروژه های چند صد میلیاردی کار می کند حتما یک سری روابط هم دارد و این شاید لازمه کار باشد. یعنی داره میگه غیر ممکنه که تو نظام آخوندی کسی توی این سطح چنین پروژه های کلانی رو بهش بدن ولی از خودشون نباشه. یعنی قبل از هر چیز باید بتونن به لحاظ امنیتی روش حساب کنن. وقتی پای سرکوب ملت که میاد وسط اینم باهاشون همراه و همسو باشه و از اون طرف هم حتما طرف باید سیبیل یه سری رو چرب کنه، وگرنه تو این نظام هیچ کی رو به خاطر چشم و ابروش همینطوری تو همایش‌های حکومتی حلوا نمی‌کنن. جناب آقای مهندس حسین عبدالباقی رو تشریف بفرمایید. مجموعه عبدالباقی از سال 36 در شهرستان آبادان پروژه‌های مختلف مسکونی، اداری، تجاری و درمانی رو احداث کرده. این که عبدالباقی الان مرده یا زنده است همچنان محل تردیده، ولی از اونجایی که هر چیزی رو که تلویزیون حکومتی اعلام بکنه دیگه ملت باور نمی‌کنند و به عنوان دروغ مسلم تلقی می‌کنند، در این مورد هم تلویزیون آخوندی با پخش این گزارش تلاش کرد ثابت کنه که بستگان عبدالباقی جسد متلاشی شده‌ای که از زیر آوار درآوردند رو شناسایی کردند. حمیدم برادر بزرگتر حسین اومدم جسد عقبی من رویت کردم، اونم از بینمون رفت مثل خیلی های دیگه. در این مورد هم تلاش حکومت برای اینکه ثابت کنه عبدالباقی مرده نتیجه معکوس داد که مردم در شعارهاشون نسبت به اون واکنش نشون دادند. البته اینکه عبدالباقی واقعا مرده یا هنوز زنده است تفاوتی در فاجعه‌ای که به وجود اومده ایجاد نمیکنه و پرونده‌ای که از فساد گسترده حکومتی باز شده رو نمیبنده. حالا اگر به طور مشخص بریم سراغ همین ساختمون متروپول،
الان که ساختمون فرو ریخته، شما چپ و راست میشنوید که قبلا مهندسین ناظر این ساختمان هشدار دادن که استانداردها در این سازه رعایت نشده و باید کارش متوقف میشده. اینها مال سال 96 جواز میگیره، 98 400 و 401. یعنی آخرین اتفاقی که میفته در برج 2 401 هم ناظر نامه میزنه و موارد عدیده از مخاطرات عینی پروژه رو اعلام میکنه که آقا این پروژه خیز غیر مجاز داره، این پروژه کیفیت مساله ساختمونش، این پروژه تیر و ستوناش دارای اشکالات عدیده و متعددی هستن و درخواست جلوگیری و توقف میکنه. اما اگر فلاشبک بزنیم به دهه زجر سال 99 که هر سال توی این مناسبت برای یه سری طرح‌ها و پروژه‌های دوغکی واسه هم پپسی وا میکنن، این ساختمون متروپول به قول مهندسینشون خیلی استاندارد تشریف داشته و همه با هم بهش مهر تایید میزدند. همزمان با دهه فجر، شهردار آبادان و معاونین، اعضای شورای اسلامی شهر و ریاست و اعضای سازمان نظام مهندسی آبادان از مگا پروژه برج‌های دوقلوی متروپول بازدید کردند. همچنین ریاست سازمان نظام مهندسی آبادان، مهندس رضا صالحی ضمن پاسخ به پرسش‌های فنی اعضای شورای شهر آبادان، گزارشی از بازدیدهای دوره‌ای متروپول را ارائه کردند و رعایت اصول کلی سازه و معماری بر اساس استانداردهای ساختمانسازی توسط سازنده را تشریح کردند. پس اون زمان که می‌خواستن با این برج لاکچری پوز بدن، همشون از صد تا ذیل تاییدش کردند. ولی حالا که فرو ریخته، یادشون افتاده که قبلا اخطارهایی داده شده. ولی اینکه چرا به این راحتی به این اخطارها توجهی نشده معلوم نیست. خب در حین اجرای پروژه با وجودی که در ابتدا پروانه برای 4 طبقه طراحی شده بوده، منتها متاسفانه طبقات بیشتری به این پروژه اضافه میشه. یعنی محاسبه اولیه برای 4 طبق بوده، منتها در حین ساخت طبقات دیگری اضافه میشه به ساختمون بدون اینکه نقشه اولیه و محاسبات اولیه تغییری پیدا بکند. خب مهندسین ناظری که طراحی به اصرار نظارت میکنن تا نظام مهندسی چندی بار تذکر دادن و درخواست توقف کار داشتن که شهرداری چون خودش اونجا منافعش در به اصطلاح این قضیه بوده و از طرفی هم ساخت و پاختی که با بخش به اصطلاح مالک ساختمون داشته متأسفانه توجه نکرده. پس خیلی روشن داره میگه که شهرداری که مثلا باید نظارت کنه که ساختمان سازی طبق اصول مهندسی پیش بره، خودش ساخت و پاخت کرده و چون چاقو دسته خودش رو نمیبره، نه تنها جلوش رو نگرفته بلکه عجله هم داشته که زودتر این ساختمون تموم بشه که یه پولی به جیب بزنه. اما قضیه فقط در سطح 1-2 شهردار هم خلاصه نمیشه. اگر یکم بریم عقب‌تر، یعنی دهه فجر 98، میبینیم که خود استاندار وقت خوزستان اونجا حضور داره و اون هم توی این پروژه نون داشته. به مناسبت ایام الله دهه فجر، کلنگ ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری آبادان به زمین زده شد. چنین بزرگترین مجتمع پزشکی منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسید. استاندار خوزستان در آیین بهره برداری از این مجتمع پزشکی گفت حامی سرمایه گذارانیم. ما باید بستر رو فراهم بکنیم، زمینه رو فراهم بکنیم، شرایط رو برای کار سرمایه گذاری فراهم کنیم، رغبت ایجاد کنیم و این محقق نمیشه جز با تسهیل مقررات، جلوگیری از پیچ و خم‌های اداری، جلوگیری از بوروکراسی اداری. خیلی واضح داره میگه که باید از این پروتکل‌های دست و پاگیر مهندس ناظر و نمیدونم استانداردهای ساختمون سازی جلوگیری کرد. بزن کنار، بساز بره. در واقع این استاندار خوزستان اون کسیه که چک سفید داده که تحت عنوان کاهش بوروکراسی اداری هر چیز ضابطه ساختمون سازی هست رو دور بزنن. اینم سخنانش در افتتاح برج اول متروپول. از طرف دیگه خب قول دیگه این هم که به اصطلاح 48000 متر مربع ان شاءالله ظرف 1 سال آینده به بهره برداری میرسه و من صمیمانه از همه دستگاه‌ها میخوام که حمایت کنن، سنگ راه بخش خصوصی نباشن. من گفتن صحبت کنم فقط به خاطر این 2 جمله اومدم و الا به قیمت مطالب عمومی است. این سنگ راه بخش خصوصی بودن، مرتب سنگ اندازی کردن، ممانعت کردن، نمیدونم دلهره ایجاد کردن، هیچ نفعی برای استان نخواهد داشت. بعضا سرمایه گذاران استان میان پیش من
از همه جا بریده، مایوس، ناراحت، به هم خورده که آقا مثلا فلان دستگاه، فلان سازمان، فلان نمیدونم مانع کار من شده، جلوگیری میکنه از کار من، این شرایط برای من پیش آورده. خب این چه مسئله رو حل میکنه؟ اصلا تعطیلم بشه خودش، برداره بره. ما با همه باید تسهیل کنیم، نه هی تو این پیچ و خم‌های اداری و نمیدونم راهروهای دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها نگرشون داریم، اذیتشون کنیم. این استاندار سابق که ظاهراً بیشترین نقش رو توی ریزش متروپول داشته، تقریباً در افتتاح همه پروژه‌های عبدالباقی توی صحنه حضور داره و احتمالاً بیشتر از همه سیبیلش چرب شده که به حامی شماره یک عبدالباقی تبدیل شده. ولی خیلی عجیبه که کمتر از بقیه سراغش رفتند. چرا؟ چون این یکی از اون دونه درشت‌های نظامه که تو بالای نظام با همه سر و سر داشته. از دوستای قاسم کتلت بوده، با هم بروبیا داشتن، چند تا پروژه با هم کار کردن، پروژه‌هایی مثل کشتار نیزار ماهشهر. بحث نیزارها رو که میگن، من یه بارم در مسابقه قبلی عرض کردم با یکی از ما واقعا من نمیدونم بحث نیزار که میگن چیه. این که در نیزارها میگن آنیان قتل عام کردن فلان، چون چیزی واقعا صحت نداره. درگیری مسلحانه در ماهشهر رخ داده؟ بله اون بوده، کسی این رو رد نمیکنه. نگاه کنید ممکنه یه عده‌ای اونور بودن، مثلا یه عده اینور بودن، تو نیزارم بینشون بوده، ولی که در رفتیم و چون اینا میگفتن نیروهای ما رفتن تو نیزار عده‌ای رو به اصطلاح در ید اختیار خودشون قرار دادن، مثلا اینطور میان و قتل عامشون کردن. اصلا صحت نداره. این استاندار سابق خوزستان با فرماندهان سپاه رابطه داشته، با آخوندهای کله گنده مثل نماینده خامنه‌ای در استان، با خود رئیسی. یعنی یکی از اون خودی هاست، از همون هایی که وقتی به یک هموطن آسیب دیده از سیل میرسه اینطوری باش برخورد میکنه. ولی اینجا دلم میسوزه شما کاری میکنید در عربای فقط در سوریه حرفای بیرد نزن، حرفای بیرد نزن، آدم مخالف نظام بی تربیت پس یه چنین موجوداتی پشت ساخت این برج متروپول بودند که امروز مردم آبادان رو دچار این فاجعه کرده. علت این هم که توی تلویزیون آخوندی مقصر واقعی رو معرفی نمی کنند و همش سر می دوونن اینه که نمیخوان به دونه درشت تا نزدیک بشن، وگرنه دست همشون رو میشه. چون یک استاندار هم بدون همراهی بقیه ارگانهای نظام نمیتونه این دزدی ها رو پیش ببره. به همین دلیل هم هست که تو شعارهای مردم کل نظام رو نشونه میگیرند. اتفاقا از واکنش‌های حکومت آخوندی بعد از سقوط متروپول هم میشه متوجه شد که تا کجا خودشون میدونن که در این فاجعه سهیم هستند. در ابتدا میخواستن با این قضیه مثل یک حادثه معمولی برخورد کنند که حالا یه ساختمونی فرو ریخته، چند نفرم سطحی آسیب دیدند. یکی از ساختمان‌های دوقلو در سطح شهرستان آبادان دچار ریزش آوار شده. بنا به اطلاعات به دست آمده چندین شخص بر اثر اصابت آوار دچار جراحت‌های بسیار خطیر شدند. اطلاعات بیشتر در دست بررسی‌کنان موسیقی خبرگزاری صدا و سیما. در تبلیغات آخوندی تلاش میکردن از همون ابتدا اینطور جلوه بدن که نظام هرچی داشته برای آواربرداری گذاشته. ما همه امکاناتمون در اختیار این مردم عزیز، این امکانات متعلق به اون هست، هم فرمانده سپاه استان و هم فرمانده سپاه آبادان و هم عزیزان سپاهی و بسیجی همین الان هم در اون صحنه هستن. بله، یکی از اولین نیروهایی که نظام به این صحنه فرستاد همین نیروهای سرکوبگر سپاه و ضد شورش بودند. بله، ورودی خوزستان، شهرستان اندیمشک، نیروهای کمکی فرمانده که برای مردم آبادان داره میفرسته. خسته نباشی فرمانده، آماده ایم، آماده. خدا لعنتتون کنه توی درگیری ها و توی فلان. نگاه کن چطور حمله میکنن به مردم، رعب و وحشت دارن ایجاد میکنن توی شهر. اینم اوضاع آبادان.
مثل همیشه در هر حادثه‌ای اولین دغدغه نظام قبل از نجات جان مردم امنیت نظامه. به همین خاطرم اول نیروهای سرکوبگرش رو گسیل میکنه که یه وقت اوضاع از دستش در نره. برای آواربرداری هم جز خود مردم کسی توی صحنه نیست. خسته جسمی نیستیم، خسته روحیم. خسته که مسئولین اومدن عکس فیلمشون رو گرفتن و رفتن. هیچ که نیست اسمشونی بیاد کمک کنه. 10 نفر از اصفهان، 10 نفر از تهران اومدن شب خسته بودن، دستشون هم در نکنه رفتن. الان فقط بچه‌ها بومی هم دارن کمک میکنن. فقط بگید تمام بچه‌ها شهر هم دارن کمک میکنن. ما میگیم برامون نیروی کمکی بفرستید، ماشین ضد شورش میفرستن. میگیم نیروی کمکی بفرستید برامون یگانه امدادش میگیرم پلیس میفرستن. بابا ما هیچی نداریم، با بیل کلنگ داریم، ساختمون رو بگیر اربا مرداد بدید. داریم با اینا این استفاده میکنیم. از اون طرف اما تلویزیون حکومتی تلاش میکرد هر طور شده جلوی فوران اعتراضات مردم رو بگیره و حتی برای اینکه وانمود کنه که امداد رسانی حکومتی داره خیلی خوب پیش میره و خیلی ها رو نجات دادن، حتی آدم سالم رو به جای نجات یافته از زیر آوار جا زدند. موقعی که ما حبس شدیم که بدون آب و فلان و اینا مونده بودیم، بعد برای آزاد شدنمون ما 2 نفر بودیم. نفر دوممون خودش چون اون از من سالم‌تر بود، سرحال‌تر بود، تونس به قول معروف سنگ‌ها و بتون‌های برداری تا حدی که میلیه جلومون گرفته بود. وقتی که میلیه جلومون گرفته شد دیگه ما نتونستیم کار بکنیم تا زمانی که آتش‌نشانی اومد میلیه رو برامون برید ما تونستیم در بیاریم. البته فردای اون روز مردم هوشیار با رو کردن فیلم همین آقا در حال جمع‌آوری آهن‌آلات اطراف خرابه‌های متروپول دست صدا و سیمای آخوندی رو کردند، طوری که مجبور شد روز بعدش به غلط کردن بیفته. چون که اونجا آتش‌نشان موقعی که من کشیدم بیرون گفتن امدادگی مال آباد زیر آباد بود و فلان و اینا، من مجبور شدم حرفشون تو 2 تا نکنم، یکی کامل بمونه دیگه. من دیگه اشتباه گفتم، ببخشید. یعنی داره میگه چون وقتی من رو داشتم میبردم بیمارستان گفتن این از زیر آوار پیدا شده، منم گفتم برای اینکه 2 تا حرف نشه همونو بگم. همین دروغ‌ها رو میگن، بعد میگن چرا مردم حرف ما رو باور نمیکنن. در مجموع تا روز 4 بعد از حادثه نه تنها اصلا به روی خودشون نیاوردند که چه فاجعه ایجاد کردن، بلکه توی استادیوم آزادی سیاهی لشکر جمع کردن تا سیرک سلام فرمانده رو اجرا کنند. اما همین شوی مضحک خشم مردم رو برانگیخت و مثل بنزین روی آتیش اعتراضات دامنه‌داری رو از همون شب در آبادان و سایر شهرهای میهن کلید زد. خامنه‌ای که فهمید اوضاع داره از کنترل خارج میشه، اومد با 4 روز تأخیر با یه پیام دمدستی تسلیت خودش رو در ببره، ولی دیگه قیام مردم ازش پیشی گرفت. در شب هفتم هم تلاش کردند که با راه انداختن یک عزاداری رسمی و با حضور نماینده خبرگان آخوندی جلوی ضد حکومتی شدن اعتراضات رو بگیرند که این شو هم با پخش شعار بیشرف مردم در پخش زنده همین برنامه از تلویزیون حکومتی وضع خامنه‌ای رو از درام به تراژیک تبدیل کرد. شما مردم خوب آبادان کاروانه هاست. اون داره میگه لبیک یا حسین، مردم داد میزنن بی شرف.
اینم از عزاشونه قرار بود امروز روز عزا باشه. در این کلام میشه گفت که تمام ترفندهای حکومت برای مالکشی این ماجرا و منحرف کردن اذهان از مقصر اصلی برای مردم رو شده و مردم دیگه به چیزی به جز مجازات مقصر اصلی راضی نخواهند شد. این شما چی کار میکن برای این مملکت؟ خادم مملکتی تو؟ برای همین اینقدر کمت گنده شکم گنده. چرا نمیگه مرد بر خامنه ای؟ عبدالباقی چه گویی خورده؟ میگه مرد بر عبدالباقی، بگو مرد بر رژیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.